به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام. من احسانی هستم، دکتری مدیریت، هیئت علمی دانشگاه و مدرس دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت. در این سلسله ویدیوها ما میخوایم تست هایی رو از درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام از کنکورهای ارشد و دکتری 1404 با هم دیگه مرور کنیم. یک تست رو انتخاب میکنیم، تست رو جواب میدیم، با توجه به گزینه‌ها و مبحث اون تست نکاتی رو با هم مرور خواهیم کرد. در روزهای آینده از نکات مرور شده هم تست های دیگه ای رو برای مرور شما طراحی میکنیم. این مجموعه ویدیوها از کانال ارتباطی ما با عنوان مدیریت 87 از سایت یوتیوب، آپارات، تلگرام و اینستاگرام مدیریت 87 منتشر میشه که میتونید در روزهای دوشنبه هر هفته این مجموعه از ویدیوها رو دنبال کنید. اگر هم نیاز به کلاس درس و تست مدیریت از دیدگاه اسلام دارید، پکیج کامل درس، تست، نکته و تست، بانک تست، جزوه، کلاس آنلاین و حل ویدئویی تشریح تست های همه سالهای کنکور از طریق مؤسسه کافه تدریس برای شما قابل دسترس خواهد بود. اولین تست و اولین بخش از این مجموعه: بر اساس فرمایش امام علی علیه السلام کدام نوع نگرش نوعی خود بزرگبینی است که دل را فاسد و دین را پژمرده می کند، موجب زوال نعمت هاست؟ سوال میتونه سوال سختی باشه، به نظر میاد از فرمایش، از نامه، از خطبه، از حدیثی از امام علی طراحی شده. به هر حال در ذهن داشتن احادیث تو درس مدیریت از دیدگاه اسلام کار سختی هست. از اون نکاتی هست که پیشنهاد میشه در شروع مطالعه به چنین چیزایی نپردازید. خیلی نکات دیگری وجود دارن که مهمن و تست‌های زیادی هم ازشون میاد. منتها خب بالاخره با توجه به گزینه‌هایی که داریم و نکته‌ای که وجود داره، به نوعی تست با همین کلیدواژه نوعی خود بزرگ بینی است قابل پاسخگوییه که با هم دیگه بررسی میکنیم. گزینه‌هامون مأمورم و معذور، تفره رفتن از کارها، مقام خواهی و جاه طلبی، بخشش ناپذیری زیر دستانه که مجموعاً به نظر میاد تست ما از ویژگی های سلسله مراتب در دیدگاه اسلامی به نوعی طراحی شد. یکی از این ویژگی‌های سلسله مراتب ویژگی اجتناب از رفتار ماشینیه. در سلسله مراتب در دیدگاه اسلام مأمورم و معذور ناپسنده. من در سلسله مراتب یه جایی قرار گرفتم در زنجیره فرمان دادن و فرمان گرفتن در سازمان. بالاخره هر کسی یا در مقام سرپرستیه یا در مقام سرپرستی شدن زیر دستی دارد و بالا دستانی. این به عنوان سلسله مراتب ازش اسپرده میشه. بگم خب برای من مشخص شده، من مأمورم و معذور، این در دیدگاه اسلامی ناپسنده. امام علی میگه این از خود بزرگبینی ماست. خود بزرگبینی ما تکلیف رو مشخص کرد که در واقع این نگرش مأمورم و معذور یا رفتار ماشینی مد نظر طراح تست بوده. امام علی میگه برای اینکه از این خود بزرگبینیه در بیایم، از این رفتار ماشینگونه و قانون زده به یک نوعی جلوگیری بشه، باید به حاکمیت مطلق خداوند فکر کنیم. دیگه از اون خود بزرگبینی میایم پایین، چرا که اون خود بزرگبینی دل رو فاسد، دین رو پژمرده، نعمتها رو زایل و به نوعی تباه میکنه. این تست در واقع کنکور 404. حالا بریم سایر گزینه‌ها و مبحث رو ریز کنیم. اصل سلسله مراتب در دیدگاه اسلامی حواسمون باشه که به طور کلی 7 ویژگی دارد. حقیقی بودن قدرت الهی، فقط قدرت خداونده که قدرت واقعی و حقیقی است. سایر قدرت ها مثل قدرت مدیر قدرت اعتباری است، به اعتباری بهش تعلق میگیره، اصالت نداره و اون قدرت الهی خداونده که در سلسله مراتب اسلامی در رأس هرم هر سازمان و هر جایگاهی قرار میگیره.
اطاعت پذیری از مافوق رو داریم. اگه خداوند بالاترینه در رأس هرمه، پس اطاعت از مافوق و همین ترتیب مافوق ها ما رو به بالاترین، ما رو به قدرت الهی متصل. بخشش خواهی و بخشش پذیری رو داریم. بالاخره نافرمانی از دستورات خداوند گناهه. مدیر هم ممکنه کاسیایی داشته باشه، پس باید بخشش خواه باشه. همونجور که مدیر اشتباه میکنه، زیر دستاش هم ممکنه اشتباه کنن، پس باید بخشش پذیر هم باشن. اجتناب از رفتار ماشینی رو داریم و مأمور و معذور که امام علی نکته تست ما بود و امام علی میگفت که برای رهایی از اون باید به حاکمیت مطلق خداوند پی کنیم. و نهایت انصافگرایی که روح حاکم بر سلسله مراتبه. این خودش سوال کنکور بوده در سالهای پیشین و مدیران باید از این اصل بسیار تبعیت کنند، چرا که اگر رعایت نشه فرد در زمره دشمنان خداوند خواهد. اینم نکات کوتاهی از اصل سلسله مراتب در دیدگاه اسلامی. ما در روزهای آینده از طریق کانال تلگرام مدت 87 تستایی رو از این نکته های کوچیکی با هم دیگه مرور کردیم طراحی و در اختیارتون قرار خواهیم داد. تلگرام ما با آیدی مدیر 87، اینستاگرام ما مدیر نقطه 87، یوتیوب ما با مدیر 87 و اگر دسترسیاتون به این سایت های در واقع خارجی قطع هست میتونید از طریق آپارات با ایده مدیر 87 ویدیوهای ما رو دنبال کنید.